سلام شما همراهان همیشگی کانال آقای فوتبال. تو این ویدیو میخوایم 4 تا از مخوفترین و خطرناکترین مثلث‌های هجومی تاریخ فوتبال را به شما معرفی کنیم و با مقایسه کردن آمار این مثلث‌های هجومی ببینیم کدام یک خطرناکتر بود. پس ویدیو رو لایک کنید و با ما همراه باشید. چهارمین مثلث هجومی تاریخ فوتبال که میشه گفت یکی از خاص‌ترین و قدیمی‌ترین مثلث‌های هجومی تاریخ فوتبال خواهد بود، مربوط میشه به تیم خاطرانگیز میلان که شامل رودگولیت، مارکو فان باستن و فرانکو بارسی بود. یکی از بهترین و موفق‌ترین مثلث‌های هجومی تاریخ فوتبال را در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 به شمار می آید. این مثلث به خاطر همکاری فوق‌العاده تاثیرگذاری در موفقیت‌های میلان شناخته میشد و حدود 221 گل و 156 پاس گل دادند. بارسی به خاطر قدرت بدنی، تکنیک و قابلیت‌های دفاعی شناخته میشد. او به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی در خط دفاعی میلان عمل میکرد. مارکو فان باستن هم به خاطر تکنیک فوق‌العاده، قدرت گلزنی، توانایی در دریبل زدن، یکی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال به شمار میرد. از موفقیت‌های تیمی میتوان به قهرمانی در سری آ در سال‌های 1988 و 1999، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در سال 1999، این دو قهرمانی به ویژه با گل‌های زیبای فان باستن در فینال بیادماندنی همیشه در ذهن طرفداران میلان خواهد بود. سومین مثلث هجومی تاریخ فوتبال مربوط میشه به تیم منچستر سیتی که از بازیکنان نظیر آگورو، رحیم استرلینگ، کوین دی بروینه بود. به عنوان یکی از بهترین مثلث‌های هجومی در فوتبال مدرن شناخته میشود. این مثلث در سالهای 2015 تا 2021 به موفقیت‌های زیادی دست یافتند. از موفقیت‌های این مثلث میتوان به قهرمانی‌های پیاپی در سال 2017 تا 2021 اشاره کرد. قهرمانی در لیگ برتر، قهرمانی در کاراباو کاپ و بهترین قهرمانی در سال 2017 با 100 امتیاز که رکورد شکنی تا اون موقع بود. آگورو به عنوان یکی از بهترین گلزنان تاریخ منچستر سیتی نقش کلیدی در موفقیت‌های تیم داشت. استرلینگ به خاطر سرعت و تکنیکش به عنوان یک وینگر چپ موثر عمل می‌کرد. دی بروینه به عنوان مغز متفکر تیم توانایی‌های پاس‌دهی فوق‌العاده‌ای داشت و به خلق موقعیت‌های گلزنی برای سایر بازیکنان کمک می‌کرد. این مثلث حدود 274 گل زدن. آگورو 128، استرلینگ 76، دی بروینه 74 و حدود 164 پاس گل دادند. این مثلث هجومی به خاطر همکاری، عملکرد فوق‌العاده‌اش یکی از بهترین مثلث‌های هجومی فوتبال مدرن به شمار میاد و نقش مهمی در موفقیت‌های منچستر سیتی در این سالها داشت. دومین مثلث هجومی تاریخ فوتبال مربوط میشه به تیم با اصالت و بهترین تیم فوتبال یعنی رئال مادرید که شامل کریستیانو رونالدو، کریم بنزما و گرید بیل بود و از سال 2013 تا 2018 به عنوان یکی از بهترین و موفق‌ترین مثلث‌های هجومی تاریخ فوتبال شناخته می‌شود. میشه گفت این مثلث بهترین مثلث هجومی تاریخ از لحاظ مهارت‌های تیمی بود که شامل قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در سال 2013 و 2014 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا در سال 2016 و 2017، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در سال 2017 و 2018. رونالدو به عنوان ستاره اصلی تیم در تمامی فصل‌ها آمار گلزنی بسیار بالایی داشت و به عنوان بهترین گلزن رئال مادرید شناخته میشد. بنزما به عنوان یک مهاجم مکمل نقش مهمی در ایجاد موقعیت برای رونالدو و بیل داشت و همچنین در گلزنی تاثیرگذار بود. بیل به خاطر سرعت و تکنیک خود به عنوان یک وینگر چپ موثر عمل می‌کرد و توانایی گلزنی و پاس گل‌های قابل توجهی داشت. این مثلث حدود 414 گل زدن که سهم رونالدو 270 گل، بنزما 86 گل، بیل 79 گل و حدود 131 پاس گل دادن که رونالدو 67 گل، بنزما 36 و بیل 28 پاس گل دادن. این مثلث هجومی به خاطر همکاری و عملکرد فوق‌العاده‌اش یکی از بهترین مثلث‌های هجومی تاریخ فوتبال به شمار می‌آید و نقش مهمی در موفقیت‌های رئال مادرید در سال‌های نچندان دور داشتند.
مطمئنا هوادارهای رئال مادرید اون لحظات را فراموش نخواهند کرد. مثلث هجومی بارسلونا که شامل لیونل مسی، لوئیس سوارز و نیمار بود به عنوان موفق‌ترین و مخوف‌ترین مثلث هجومی تاریخ فوتبال شناخته می‌شود. این مثلث از سال 2014 تا 2017 در بارسلونا بازی کردند و به خاطر هماهنگی تکنیک و قدرت گلزنی که داشتند بسیار مشهور شدند. لیونل مسی اسطوره فوتبال آرژانتین و یکی از بهترین بازیکنان تاریخ به خاطر تکنیک بالا، سرعت و تواناییش در گلزنی داشت مغز متفکر این مثلث شناخته میشد. لوئیس سوارز مهاجم اوروگوئه که به خاطر قدرت گلزنی، توانایی در ایجاد موقعیت برای دیگر بازیکنان بسیار مشهور شد. نیمار مهاجم برزیلی که به خاطر تکنیک فوق‌العاده، سرعت بالا و دریبل‌های بی‌نظیری در فوتبال میزد بسیار مشهور شد. این مثلث موفقیت‌های بسیار زیادی کسب کردند، اما بهترین و خاص‌ترین موفقیت‌های این مثلث مربوط میشه به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در سال 2014 و 2015، قهرمانی در لالیگا در سالهای 2015 و 2016، قهرمانی در کوپا دل ری. این مثلث هجومی که به مثلث MSN مشهور شده بود حدود 356 گل زدن که سهم لیونل 353 گل، سوارز 113 گل و نیمار 90 گل بود. حدود 144 پاس گل دادن که مسی 72 پاس گل، سوارز 42 پاس گل و نیمار 30 پاس گل دادن. این مثلث نه تنها به خاطر موفقیتش بلکه به خاطر سبک بازی زیبا و تماشایی که در فوتبال ارائه می‌شد برای هواداران بارسلونا لحظات شادی را به ارمغان آوردند. مطمئنا در تاریخ فوتبال مثلث‌های هجومی زیادی وجود داشتند که به خاطر هماهنگی تکنیک و قدرت گلزنیشان مشهور شدند. به نظر شما کدوم مثلث هجومی بهترین و خاص‌ترین مثلث هجومی تاریخ فوتبال بود؟ اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و به سابسکرایب کانال ما ویدیوهای جذاب ما را از دست ندهید.